Viewer warning. Due to mature subject matter, viewer discretion is advised. This program contains offensive language. Viewer discretion is advised. دقیقاً سر همین پرده بود بنده طلاق زد. این کلمش حشریه خانم. این خب با این سن بالا. شما بچه داریم؟ بله من بچه دارم. شوهرم داریم؟ ایشون با موتور تصادف کردن، چونشون پاره شده و الان ما شاهیتونشون رو داریم میدوزیم. واسه همین زنگ زدم فقط بهتون بگم ایشون چونش با هیکلش یکی شده. من مرتضی پرویزی هستم. از ایران باتون تماس میگیرم. بله بفرمایید. خواستم بگم که شما یه برادر دارین درسته؟ من یه برادر دارم. برادرتون نمیدونم این شماره تلفن رو به ما دادن چون من از بیمارستان ایران مهر تماس میگیرم. برادر شما تصادف کردن و الان در بستری هستن. میشه اسمشون رو لطفا به من بگید؟ اسمشو یه لحظه من صبر کنم من تو کاغذها رو نگاه کنم. ببخشید شما خانوم یه لحظه نگاه کنم من خانوم فریده مریتور هستین درسته؟ فریده مریتور بله. یه لحظه به من اجازه بدید. ایشون یه لحظه کاغذها رو من نگاه کنم. یه لحظه اجازه بدید. ایشون با موتور تصادف کردن، چونشون پاره شده و الان ما شاهیتونشون رو داریم میدوزیم. واسه همین زنگ زدم فقط بهتون بگم ایشون چونش با هیکلش یکی شده. ناصر مریتور. بله ناصر مریتور؟ بله ایشون با موتور تصادف کردن، چونشون پاره شده. بله خب شما حالا چیکار کنیم؟ ما چون ایشون رو بدوزیم یا که همینطوری چون پاره رو بلش کنیم؟ آخه من نمیدونم شما میدونی که به دانمارک زنگ زدین الان؟ آره درسته دانمارک زنگ زدن. فامیل هستم که خارج از کشور هستم. تمام فامیلیمون تو ایران هستن. مگه شماره تلفن دیگه دسترسشون نبوده که من پرسیده شما؟ نه دیگه این شماره تلفن آقا ناصر به من داد دیگه چونش واقعا دیگه پاره شده بود. گفتش این شماره خواهر من فقط اینو بگو. برای همین من زنگ زدم که بهتون اینو بگم که الان برادر شما چونشون پاره شده. رفته موتور رفته تو چونش، از چونش پاره کرده رفته رسیده به گردنش. من نمیفهمم چجوریه. فقط به دختر درست میشه یا نه؟ من نمیدونم آخه به چه صورتیه. نمیدونم حالا من هنوز جراحی نکردم. ایشون تو فیزیو کاملا با چون پاره. چون خانواده‌اش خانومش بالاخره همه کسکارش اونجا هستن. چرا شما تلفن خانومشو به شما نداره؟ خانومشون هم تصادف کردن. هم به دوتایشون بچه‌هاشون برادراشون همه چیزشون. خانومش گفتش پاره شده. برادر شما چونه؟ این حرفا چی میزنه؟ گیرت کردیم اصلا. خب 100% باید دکتر ببینید وقتی که اونجوری هست باید دیده باشید. آخه انقدر این دوست دارم میگم وحشیه. آخرش که اینطوری کرد با آلت تناسلی دوبارم زد رو چشام. بعد بدتر کار داری با من؟ چطور قداش با خب حرف بزن. ما چی حرفی بزنم؟ شما اگر با من دوست دارید کار کنید. الو بله سلام. ببخشید آقا شما الان تماس گرفتید رو گوشی من؟ نه خیر. پنجرهاتون اندازه‌شو بگیرم. شما پرده‌شو بپسندین. ای اندازش هم میگی. اندازه‌هاشو بگیرم. میدم فقط گفتم چی هستش. من دو تا عکس بیلدو میخوام بالای تختم بزنیم با یه عکس کس بیپش وسط این دو تا دیلدو. پاره میشه آدم با 10 نفر آخه. آدم پاره میشه با 10 نفر. ببینید من مشکلی با بیزنس شما ندارم. ببین مشکلی هم نداری که عکس کس بزنی وسط تابلو اینا نه؟ دو تا کیر این ور یه دونه کیر بی پشم و این چیزا. اینا باشن که خودت مشکل داری. Subscribe to Best of Network.